سلام بیننده گرامی، اخبار آزادی را با تحولات آخری تاجیکستان و جهان پی میگیریم. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز دوشنبه 15 مارس و در برنامه امروز این موضوع ها را خواهیم داشت. بیش از 1000 نفر مهاجری کاری با سندهای قلبکی طبی غیرقانونی وارد روسیه شدند. مفتشان FSB آنها را جستجو دارند. نام و نسب آنها الکی در دست مقامات رسمی روسیه الکی است و آنها از پی از روسیه خارج کردن آنها هستند. از بنیاد خندق‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان امنیت دو کشور بهتر شد یا نه معلوم نیست، اما تجارت نزد مرزی میان دو کشور کاهش یافت. اگر که ضرورتی اما جوی با خودش باوردن مو شود ما همش جوبجو که جوش می‌کنیم. سنگ هست خریدار نیست. کارخانه کارکرد سنگ در بلجوان که با تنتنه افتتاح شده بود برای محصولاتش خریدار نمی‌یابد. در ولایت مسکو مقامات انتظامی از بازداشت یک گروه فرامیلی خبر می‌دهد که به تشکیل مهاجرت غیرقانونی شهروندان مشغول بودند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیتی ولایت مسکو خبر داد که این گروه بر عوض پول حجت‌های تقلبی تهیه کرده مهاجران را غیرقانونی به روسیه آورده است. گفته می شود این گروه متشکل بیش از 1000 نفر مهاجر از جمله مهاجران کاری تاجیک را با سندهای قلبکی بر اساس آن وارد روسیه کردند. این در حالی است که روسیه ورود شهروندان تاجیکستان را از 20 مارس سال 2020 با استثنای چند حالت به قلمروش منع کرده است، ولی مهاجران کاری با هر راه و واسطه تلاش میکنند وارد روسیه شوند. کریمجان یاروف، حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک در شهر مسکو، از جزئیات این مسئله آگاه است و قبل از شروع برنامه از او پرسیدم که در حالی که مرز روسیه بر روی مهاجران کاری تاجیک بسته است، چگونه این گروه توانسته است بیش از 1000 نفر را به روسیه آورد؟ البته این گروه یعنی که میانراها با دختران زبان یک کرده بودند و خدمات مخصوصی روسی رو این برای اون عجایبش در این بود که خود شهر بالاشخه برای خارجیان شهری است که اجازت گرفتن برای اون باید از مقامات روسیه اجازت گیری، یعنی که از FSB، و برای آنها عجایب بود که اون کسال‌هایی که گویا تبوبت آمدن آنها را هم در خود تاجیکستان هم تبوبت کرده میشد و دیدن که در یک مدتی کوتاه زیاده از 1000 نفر به اینجا آمده است و البته آنها زیر شبهه قرار گرفتند. خب کریم جان، آنهایی که اکنون با این راه علیه روسیه آمدند آنها را چی انتظار است؟ نام و نسب آنها الکی در دست مقامات رسمی روسیه الکی است و آنها از پی از روسیه خارج کردن آنها هستند. در همین حال بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران، از راه و شیوه های دیگری احتمالی که مهاجران را طریق آن با راه فریب به روسیه شاید بیارند هشدار می‌دهد. من با از آن خواطر هستم که پس از کشاده شدن راه‌های هوایی بین قرقیزستان و تاجیکستان باز همان راهزن‌ها گوییم هم می‌شود پیدا می‌زنند که با هر فریب و نیرنگ مهاجران تاجیک را از قلمرو قزاقستان به روسیه غیر قانونی می‌درارند و همه شما توصیه می‌دهم که با چنین میانروها باور نکنید، زیرا خدا نکرده شما را که دستگیر کردن حتما حبس میکنند و میتوانند که تا 6 ساله شما را حبس کنند. و حالا باز برگردیم به کریمجان یاروف که به مهاجرانی که از هر راه و واسطه حالا تلاش دارند به روسیه آیند چی توصیه میدهد؟ من خوب میفهمم که شرایط حاضر در تاجیکستان خوب نیست، یعنی که جای کاری نیست و از شما خواهش میکنم که کمی صبر کنید، مدت 1 ماه یا تا 2 ماه شاید که راهها گشوده شوند و شما با راه کار با راه قانونی به روسیه بیایید. ضمناً ریاست امنیتی ولایت مسکو در یک اظهارات گفته است که علیه اعضای این گروه جنایی با جرم تشکیل مهاجرت غیرقانونی علیه پرونده باز کردند. به آنها از 500,000 روبل روسی جریمه تا 7 سال زندان تهدید میکند. قرار است امروز در خوجند ملاقات 3 روزه هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان با هدف ارزیابی مرز مشترک آغاز شود. بنابر گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، هیئت‌ها را سیمومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و
قمچیبک توشیف رهبر کمیته دولتی امنیتی قرقیزستان راهبری میکنند. در همین حال ساکنان دهات نزد مرزی با اشاره به خندق‌های امنیتی میگویند که سال گذشته تجارت مرزی میان تاجیکان و قرقیزها کاهش یافت، ولی نهادهای انتظامی به جای داشتن پیراههای پنهانی قاچاق مال و مواد به تقویت حفظ مرز اشاره میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی از مرز تاجیکستان با قرقیزستان. ساکنان مرزی قرقیزستان در دهه ارقه و جماعت خستیورز تاجیکستان در پی کاهش پاندمی خواستار باز شدن گذرگاه‌های بین دهه‌ای هستند. سال گذشته در اوج همهگیری کووید 19 مقامات در کوچه‌های بین دو منطقه خندق کافته و برای نگذشتن ساکنان مانعه‌ها ساخته بودند. قرقیزتباران میگویند طول این یک سال نرخ خوراکواریشان گران شده و زندگیشان به مشکل مواجه شده است. تاجیکستان 90% بنزین را از ما میگیرد و اکثرا از همین ناحیه لیلک میگذرد. ما از آنها خوراکواری میخریم که خیلی ارزان است. 80% اهالی ما کمبغل هستند و از نرخ بلند خوراکواری اذیت میکشند. قرقیزتباران میگویند چند پیش در ایستگاه‌های دهه مقامات قرقیز اعلانی را نصب کرده و به باشندگان بار دیگر هشدار دادند که به جانب تاجیکستان نگذرند وگرنه بازداشت میشوند. به مشاهده ما نیز حالا در یک طرف راه سربازان تاجیک و در جانب دیگر سربازان قرقیز گذشت نقلیات و شهروندان را نظارت میکنند. در قرقیزستان شهروندان تاجیک را بازداشت نمی کنند، اما در تاجیکستان شهروندان ما را دستگیر کردند. 2 هفته پیش 3 هموطن ما چاروا خریدند و وقتی گذشتن از گذرگاه دهه غفوروف بازداشت شدند. ساکنان جانب تاجیکستان نیز میگویند کافتن خندق‌ها در سرگه کوچه آنها خیلی کارشان را مشکل کرده است و از ناآمدن خریداران قرقیز بازارشان کساد شد. میوه‌ها می‌آمدن بارگاه می‌خریدن قوقاشون می‌آوردن می‌فروختن یا اما آمدی بری یا که دوستو خرید وقت سودا هم باشه زندگانی بهتر بشه نه. دو جماعت خستیورز و اوچقلچه ناحیه باوجان غفورov با ناحیه لیلک قرقیزستان بیشتر از 40 کیلومتر خط سرحد دارد. در حدود ناحیه 34 موضع یا راه مرزی را خندق کافته و برای کس ناگذر بودن مانع ساختند. همش برای پیشگیری برای محافظت خود شهروندان بود که کسری سلویتی گرفتار نشوند. در آینده در وقتی که امروز ستاد هم جمهوری ستاد ولایتی ستاد ناحیه‌ای این مسئله را کاربری کرده شده است. اگر که ضرورتی همه جای با خودش آوردن ما شود ما همش جا جوشو می‌کنیم. چنین مانعه‌ها را در ناحیه‌های دیگری مرزی تاجیکستان ساختند که اکثر آنها تا حال برطرف نشده است. اما مقامات گمرک در ولایت سوخت میگوید آمار قاچاق نظر به سال قبلی زیاد کاهش نیافت و نشان دهنده‌ها هنوزم زیادند. مثلا آمار جداگانه قاچاق را از کشور قرقیزستان آشکارا نمیگویند و در مجموع در حدود ولایت 1417 قانون شکنی به قید گرفته شده که از این 28 حالتش را جنایت تشکیل می‌دهد. در دوام سال 2020 از جانب کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در مجموع در حدود ولایت 78 حالت قانون شکنی عاید واردات غیر قانونی سوزشواری دیزلی به قید گرفته شده است که از این 18 حالتش را سوزشواری دیزلی نوعی بنزین تشکیل می‌دهد. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است و تاکنون بیشتر از نصف آن یا 504 کیلومتر معین و علامت گذاری شده است. از بس که خط مرز از بین روستا و راه و حولی مردم می‌گذرد، دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سری منطقه‌های بحث برانگیز به موافقه برسند و خط مرز را بکشند. ساکنان و حالدانها میگویند در بیشتر حالت قاچاق سوزشواری به نظر میرسد، زیرا همیشه نرخ آن از تاجیکستان خیلی پست است. به نمونه مثال حالا در جانب قرقیزستان نرخ بنزین و دیزل تا مرز 6 سامانی و از گاز 4 سامانی است.
این در حالی که یک ماه آخر این نرخ در تاجیکستان به مراتب گران شده، بنزین و دیزل بیشتر از 8 سامانی و گاز تا به مرز 5 سامانی نزدیک می شود. طبق اطلاع رسانه ها، شروع از همین ماه کشور قرقیزستان برای جلوگیری از قاچاق نیروی اضافه‌گرا به مرز فرستاده و خواستار نظارت جدی مرز شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов. در ناحیه بلجوان در تاجیکستان کارخانه تولید سنگ‌های آرایشی از کمبود خریداران رنج میبرد. این کارخانه تابستان سال 2019 در یک معرکه متنتن با شرکت رئیس جمهور امامعلی رحمان افتتاح شده بود. آن زمان گفته میشد که این کارخانه با استفاده از سنگ‌های محلی محصولات استحصال میکند و ساکنان با جای کار تامین میشوند. اما بعداً معلوم شد که سنگ‌های محلی برای کارکرد موافق نیستند. تفصیلات دیگری موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده. کارخانه کارکردی سنگ‌های محلی الگان بلجوان که قرار بود نمونه صنعت‌کنانی دهات گردد، در عمل به یک طرح دیگری ناموفق تبدیل یافته است. پس از 1 سال و 3 ماه کارش معلوم شد که این کارخانه از مواد خام محلی استفاده کردن نمیتواند. بنابراین سنگ را برای آن از ولایت سوق به بلجوان میارند. رئیس ناحیه میگوید این مهم نیست، هرچند معلوم است که خرج استحصالات بالا می رود. کارخانه کارکرد سنگ البته از خواه از ولایت سوق باشد، خواه از ولایت بدخشان باشد، خواه از ولایت ختلان باشد، همه این سنگ تاجیکستان است، همه این سنگ داخل جمهوری خودمان است. اینها را کارکرد میکند. سبب آن شده است که کارخانه با وجود آنکه گفته میشد تجهیزات پیشرفته دارد، نتوانست از مواد خام بلجوان سنگ‌های آرایشی استحصال کند. سنگ محلی شکننده بوده، آنچه تا حال استحصال شده است خریدار ندارد. استحصال کرده شده است و امروز خریداران خود را کوفته ایستادن، البته که استحصال میکنند و خریداران خودشون هم پیدا میشود. کارخانه الگان بلجوان را سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان باز کرد. در آن مراسم گفته میشد که کارخانه نو سنگ‌های طبیعی محلی از جمله سنگ خارا، مرمر و غیره را به سنگ‌های آرایشی و بناکاری تبدیل خواهد داد. همچنین اعلان شده بود که با باز شدن کارخانه نو 20 ساکن ناحیه بلجوان صاحب جای کار میشوند، ولی آمار امروزه خیلی فرق میکند. 3 نفر کارمندانی که فقط در رفت استحصال کارکرد یا محصول استفاده می‌کنند. بعد موسمی دارن. موسمی خودش کارخانه موسمی. این بار اول نیست وقت پرزیدنت کارخانه‌های صنعتی را با تنتنه باز میکند و مردم امیدواری شغل و درآمد میشوند، ولی چندی نگذشته کارخانه‌ها از کار میمانند یا نتیجه ضروری نمیدهند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. ادبیات شناس و ادیبی شناخته پروفسور شوکت نیازی، برادری نویسنده خلقی تاجیکستان فاتح نیازی، در شهر مسکو در سن 92 سالگی از عالم درگذشت. در این باره از اتفاق نویسندگان تاجیکستان خبر دادند. شوکت نیازی شب گذشته در خانه‌اش در شهر مسکو جان داده است. پیوندان مرحوم خواستند جسد نیازی به تاجیکستان انتقال داده شود. شوکت نیازی، منقد و ادبیات شناس تاجیک، تا پشتخوری اتحاد شوروی مشاور ادبی و کاتب مسئول ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان بود. پس از آن در شهر مسکو کار و زندگی میکرد. شوکت نیازی زاده شهر سمرقند است. و بیننده ارجمند، این خبر آخری برنامه امروز ما بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید بخوانید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو گذاشته شدند. تا ملاقات در نشرهای بعدی، خدا نگهدارتان.